پزشکیان باید استعفا بده. اصلا برای چی تایید صلاحیتش کردن؟ تو این اوضاع رهبری چرا دخالت نمیکنه؟ نه تایید صلاحیتش غلط بود، نه استعفاش به صلاحه، نه رهبری الان باید دخالت بکنه. تایید صلاحیتش درست بود به خاطر اینکه آقای پزشکیان سابقه فساد نداشته، رجل سیاسی بوده، سابقه سیاسی داشته، قانون اساسی هم قبول داره، نماینده یکی از احزاب مهم کشورم بود. باید تایید صلاحیت میشد. نمره 10 تایید صلاحیت باید بشه، نمره 20 هم باید تایید صلاحیت بشه. مایم که انتخاب میکنیم. دو، استعفاش اصلاً به صلاح نیست، اونم تو این شرایطی که ما درگیری 12 روزه رو گذروندیم و آبروی کشور در خطر اگه بخواد رئیس جمهورش کنار بره و چند ماه بی‌دولتی بکشیم. سه، رهبری هم نباید دخالت کنه. مگه آقای پزشکیان به کدوم یک از وعده‌هاش عمل نکرده که رهبری بخواد دخالت کنه؟ گفته بود من فیلترینگ رو میخوام درست بکنم که تقریبا درست کرده، بقیه‌اش هم درست میکنه. کشت ارشادم میخوام بردارم که برداشت. کروبی هم از حصر آزاد کرده. اقتصادم گفته بود بلد نیستم. با این شرایط بهش یه عده‌ای رأی دادن و یه عده‌ای هم مثلا رأی ندادن، گفتم مهم نیست، میخواد بشه میخواد نشه. وقتی شرایط اینطوریه رهبری بخواد دخالت بکنه دیکتاتوری کرده. آقای خامنه‌ای دیکتاتور نیست. آقای خامنه‌ای میگه مردم خودشون باید متوجه بشن. رهبری کارش پاک کردن جامعه نیست. کار رهبری مسئولیت پذیر کردن جامعه است. یه جمله به اونایی بگم که فکر کردن خبری و جمهوری اسلامی رفتنیه. ببین ما بیبی نیستیم با این بادا بلرزیم. بدتر از اینا رو گذروندیم. جمهوری اسلامی محکم و استوار برقراره. آره عزیزم. یا علی مدد.